مغزت دیگه عین قبل کار نمیکنه، تمرکز نداری، بی‌حوصله‌ای و هیچ چیزی هیجان نمیده بهت و زندگی تو احساس میکنی کلا بی‌معنیه. ولی مشکل از تو نیست، مشکل از مغزته. مغزت داره دوپامین اورلود میکنه. حالا دوپامین چیه؟ بریم دنبالش بگردیم. دوپامین یه ماده لذت مغزه که شما وقتی داری اینستاگرام میگردی یا یه کاری رو داخل فضای مجازی انجام میدی یا یه چیزی رو میبینی که به شما لذت میده و خوشتون میاد، مغزتون دوپامین ترشح میکنه، همون لذت رو مغزه میده بهتون. ولی دوپامین اورلود چی میشه؟ یعنی مغز بیش از حد ترشح میکنه و این خب اختلالاتی میاره یه سری جا. ببینید مغزتون دیگه خسته میشه از لذت و دیگه میگه که آقا دیگه کافیه. میدونی مغزت اینطوریه که انگار یه باتریه و ازش کلی برق میکشی ولی بیش از حد میکشی و مغزت هم خب دیگه بعد مدتی خسته میشه، دیگه میگه آقا ولم کن نمیخوام. و هر دفعه که دنبال اون لذت میری، این دوپامین بیشتر و بیشتر ترشح میشه و باعث میشه که مغزت کلا از تعادل خارج میشه. حالا ویدیو میبینی، گیم میزنی، مثلا یه کاری که لذت میده ها، ولی زیادش به ضررته، زیادش باعث میشه اختلال ایجاد بشه تو مغزت و در نتیجه چی میشه این اختلال؟ افسردگی میاره، بی‌حوصلگی میاره، اضطراب و استرس و تنبلی میاره. دیگه بدتر از اینا که نداری و این موردا رو میاره برات، به خصوص اضطراب و استرس رو تو بدن زیاد میکنه و اختلالاتش هم تو ویدیو استرس گفتم برات. و این دوپامین دیتوکسی که هست، خب اینو ما چطور بیایم طبیعیشو بسازیم، چطور تنظیمش کنیم؟ ببینید شما باید دوپامین مصنوعی رو از دوپامین واقعی جدا کنی. این هست، این دوتا رو باید اول جدا کنیم. بسار دوپامین مصنوعی چیه؟ دوپامین مصنوعی هموناییه که تو گیم، مثلا تو ویدیو دیدن داخل اینستاس و اینا، چیزایی که پشت تلفن هستن و یه کار واقعی شما انجام نمیدی، بدنت کار فیزیکی انجام نمیده، صرفا یه جایی نشستی و به اسکرین خیره شدی، مثل کلا صفحه رو داری میبینی و تو اون صفحه یه اتفاقاتی میفته. مثلا شما خودت نمیری بیرون کار کنی، شما نمیری کتاب بخونی، شما نمیری مثلا پیاده روی کنی، یه کار فیزیکی انجام نمیدی و وقتی شما کار فیزیکی انجام میدی دوپامین واقعی ترشح میشه. حالا این دوپامین کمه، اون کاری که فیزیکی انجام میدی کم ترشح میشه، چون مغزت عادت کرده به دوپامین خیلی زیاد که از طریق اینستاگرام و اینا تو مغزت ترشح میشه، باعث میشه تو مغزت ترشح بشه. پس در نتیجه شما برای اینکه اینو کلا بذاری کنار، خب دوپامین مصنوعی رو، باید کلا اینستا رو پاک کنی، کلا بیا یوتیوب شورتس مثلا نبینی و کلا مثلا سمت کتاب و اینا بری. وقتی این اینستا و چه میدونم یوتیوب و اینا رو بیشتر میذاری کنار و از کلا گوشی و سیستم و اینا فاصله میگیری، اولش سخته، اولش خیلی سخته که این اینستا رو یه روز باز نکنی، یه هفته باز نکنی، یه ماه باز نکنی، ولی بعدا دیگه اونقدر میذاریش کنار که اون کتاب خوندن برات لذت میده. یعنی دوپامین طبیعی بیشتر ترشح میشه تا دوپامین مصنوعی، چون دوپامین مصنوعی کلا سمتش نرفتی و حجمش کمتر و کمتر شده. در نتیجه شما میای این دوپامین طبیعی رو بیشتر و بیشتر میکنی، پیاده روی میری. پیاده روی خیلی خوبه ها، خودتون نمیدونم تحقیق کردید یا نه، ولی پیاده روی باعث میشه مغزتون خیلی خیلی بهتر عمل کنه. پس در نتیجه سعی کنید سمت دوپامین های طبیعی برید و این باعث میشه که مغزتون بهتر و بهتر شه و اون تعادلی که مثلا به هم خورده بود اونم اوکی تر میشه و حالتون بهتر میشه. اضطراب و بی‌حوصلگی و افسردگی اینا هم کلا کنار میره، میگم به خصوص تو مورد پیاده روی و کتاب خوندن. و حالا ما بیایم اینا رو چطور شروع کنیم، چطور شروع به انجام این کار کنیم. ببینید اولش سخته، خیلی سخته، برای خود منم سخت بوده که مثلا اینستا رو یه ماه دو ماه بذارم کنار، ولی دیگه با خودم رو زور کردم که ببین باید بذارمش کنار و اومدم اینو گذاشتم کنار. یه روز بدون گوشی، گفتم 2 روز باشه، گفتم 3 روز باشه. اینترنت نخریدم برای یه مدتی که کلا بهونم این باشه که اینترنت ندارم و باز نمیشه و به جاش اومدم یه سری کارهای ساده انجام دادم. اومدم یه صفحه کتاب خوندم، اومدم چه بدم یه ورزشی انجام دادم، رفتم مثلا یه جایی پیاده روی کردم برای نیم ساعت و رفته با این کارهای کوچیک دوپامین طبیعی که داخل مغزمه اون ترشح شد بیشتر تا اینکه دوپامین مصنوعی باشه.
و کم کم مغزم به پاداش‌های واقعی عادت دادم، یعنی یه کار فیزیکی انجام دادم و مغزم که دوپامین ترشح میکنه، لذت رو میده، اون واقعی بوده نه چیز مصنوعی. بعد یه هفته هم تو خودت متوجه میشی که آرومتر میشی، تمرکزت بهتر میشه، اصلا شادتر میشی تو زندگی. یعنی اون روحیه داغون که بود الان دیگه روحیه خیلی خوبی داری و خیلی بهتر شده حالت، کلا سلامت روانت هم خیلی بهتر میشه. پس در نتیجه مغزت دشمن تو نیست، فقط خسته است. یعنی اونقدر اینستا دیدی فقط مغزت خسته شده ازش و تو هم ولش نمیکنی و باید بهش استراحت بدی تا دوباره برات کار کنه. استراحت چیه؟ همین کارهایی که فیزیکی انجام میدی و دوپامین های طبیعی که تو مغزت ترشح میشه. دوپامین دیتوکس کلا باید شما بیای تنظیمش کنی که باعث بشه که مغزت به تعادل برگرده و وقتی به تعادل هم برمیگرده حال خودت بهتر میشه. آره ویدیومون در این مورد بود، امیدوارم مفید بوده باشه براتون و اگه دوست داشتین از پایین ساب، لایک، کامنت یادتون نرو. دوستتون دارم و شبتون بخیر باشه. فعلا خداحافظ.